شدم رفتم دویدم، آوتدور رانینگ داشتم. قهوه محبوب رو گرفتم اینجا، این شبیشم. این یه جورایی یکی از اولین ویدیوهاییه که من دارم ریکورد میکنم و اینکه خب بارها ویدیو گرفتم، منتها خب به حالا بنابر شرایطی نشده که حالا به اشتراک بذارمش. ولی خب دیگه به هر حال تصمیممو گرفتم که بخوام فعالیتمو تو یوتیوب شروع کنم. بخش من عینک دارم، خورده آفتابه. و اینکه همین دیگه. خب همه خوابیدن، منم طبق معمول تو سفرهای اینجوری خوابم نمیبره. اومدم کم جمع جور کردم. حالا یه سری دیگه از دوستان زنگ زدن گفتن که ما هم میایم و قراره که بهمون اضافه شن. گفتم که بیام یکم جمع جور کنم اینجا رو، غذا رو آماده کنم و کار خاصی نداریم. جوجه گرفتیم از رشت دیگه، همین دیگه. بچه اینجا ویلای با بزرگ یکی از بچه هاست که خیلی قدیمیه، تو منطقه زیابر سمت سومسرا، جاده سومسرا و زیابر و
اون سمتا میشه و اینکه به شدت قدیمیه ولی خیلی بکر و دست نخورده است دیگه. مثلا فکر کنم این خونه خیلی خوشگل رو 50 سال پیش باشه مثلا، خیلی قدیمیه و اینکه از ظاهرش هم کاملا مشخصه دیگه. حالا پنکه‌ای که در تصویر میبینید که پشت من روشنه، این پنکه میتونید متوجه شید خیلی قدیمیه ولی خب کلا خیلی حس نوستالژیکی داره. همه چی خیلی قدیمیه، خیلی شبیه خونه مامان بزرگاست. ظرفایی که حتی اینجا هست و استفاده میشه کرد خیلی قدیمی، مثلا بشقابای گل سرخی و اینا. مثلا ببخشید من حالا آروم صحبت میکنم به خاطر اینکه بچه خوابیدن. اصلا خودم خیلی خستم، شاید برم یه چرتی بزنم تا بچه های دیگه میان. سلام، صبح عالی متعالی. ما صبحونمون رو خوردیم، بعد بچه ها دارن زحمت میکشن، ظرفا رو میشورن، جمع میکنن. املت رو من زدم دیگه، یادمون رفت فیلم بگیریم، بعد عکساتون نگرفتم از املت دیگه. همین دیگه. شما نظری چیزی؟ نه جای همین خواهد. اینه عمه خانوما. خب سلام، امروز من اومدم بالا. حیاط پشتی اینجاست. اینا همه درختای نارنجن. حالا یکم شیشه کرکشیفه. بچه ها ما دیگه جمع جور کردیم، داریم میریم سمت رشت، بریم یه قهوه بخوریم، یه سری دوستای دیگه همونو ببینیم. همین. اومدم پیاده روی کنم یکم. چند روز انقدر خوردیم که اصلا خوردیم و خوابیدیم دیگه. فقط